کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 2 مای سال 2023 خبر داد که شبانه روز گذشته نجات‌دهندگان این نهاد دو جسد غرق شده را از آب بیرون آورده به جستجوی جسد کودک 7 ساله در ناحیه قبادیان ادامه می‌دهند. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده صبح 1 مای ساعت 9:50 به قسم نوبرداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر رسید که در کوچه اکادمیکو رجبوف در نزدیکی بنای وزارت عدلیه در یک سیلپرتو جسد مرد 55 ساله نموده شده است. نجات‌دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رسیده جسد را بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. شخصیت جسد و سبب‌های مرگ وی از جانب مقامات معاین کرده می شود. همچنین 29 اپریل سال 2023 یک ساکن 14 ساله‌ای محله جمتیپه نوحه فردوسی شهر دوشنبه از خانه بیرون شده دیگر برنگشته است. تخمین زده می شد که در آب غرق شده است. 1 مای سال 2023 ساعت 2:55 در جریان کارهای جستجویی جسد این نورس را در کول سنی به اصطلاح مخ کریر که در حدود محله جمتیپه جایگیر می باشد پیدا کرده از آب بیرون آوردند و به کارمندان میلیس سپردند. بنا به معلومات قسم فوری نوبرداری ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان شام 30 اپریل تخمیناً ساعت 19:30 یک کودک 7 ساله ساکن دهه عربخانه جماعت به نام ناصر خسرو ناحیه قبادیان از بی‌احتیاطی در کانال محلی قطع عریق غرق شده است. بعد دریافت خبر دسته نجات‌دهندگان ریاست کمیته در ولایت ختلان به جای حادثه سفربر شدند. بنا به گزارش رسیده تا کنون جسد را پیدا نکردند و روز 2 مای کارهای جستجویی از سر گرفته شد. در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواسته است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند. بنا به آمار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده سال 2022 در تاجیکستان دست کم 160 نفر در کل و دریاها غرق شدند. بیش از نصف آنها را کودکان از جمله 80 نفرشان را نابالغان زیر سن 17 تشکیل می‌دهند.